بچه من نیاز دونستم که بیام حتما این توضیحات رو بدم از خود بازداشتگاه، از خود پلیس. بچه دوست من هنوز بازداشته، منم امروز به مدت 4-5 ساعت بازداشت بودم و بچه هم یه 10-15 نفر هنوز موندن و چیزی که هستش فقط میخوام اینو بهتون بگم که آروم بشید. فقط قراره یه اشتراف باشه، همین. هیچ اجماعی صورت نگرفته، خود پلیس اینو میدونه. فقط متاسفانه از خود مخبرا و دانشجوی ایرانی اومدن زنگ زدن به پلیس که اینا میخوان فعالیت سیاسی کنن اینجا و تجمع دارن که هیچ تجمعی خدا رو شکر اونجا صورت نگرفته و ما هم فهمیدیم که همچین چیزی داره پیش میاد. به بچه خودمون گفتیم آقا نیایید اصلا. و این کسایی که گرفتن طبق گفته خودشونم که من اونجا توی بازداشت کنار من بودن، بعد ما که رفتیم اونجا، یعنی شب قبل پلیس که اونجا بود، من رفتم با پلیس صحبت کردم، گفتم آیا مثلا ما میتونیم دور هم جمع بشیم، که پلیس به من گفت بله اشکال نداره، تاباریشیاتون هم حتی داخلن میتونید برید. که ما گفتیم به ریسکش اصلا از ما کسی داخل نیست، ولی گفتیم به ریسکش نمیارزه. که من همون موقع من ریحانه بچهای دیگه استوری گذاشتن که نیایید این طرف. و متاسفانه از خود بچه ایرانی، از خود یعنی کسایی که ایرانی بودن گزارش الکی دادن که اینا میخوان تجمع سیاسی کنن، در صورتی که حالا یه سری بچه‌ای هم که گرفتن اونجایی که توی سالاریستای پارک خودشون به گفته خودشون هم، حالا خودشون هم گوشی دستشونه، که بچه‌ها خودشون از قبل توی پارک بودن اونجا. فکر کنم نمیدونم یه سری‌ها درگیر میشن با پلیس و پلیس حساس میشه روی این موضوع و بچه‌ها رو میگیره. حالا یه سری هم که کلا اونور اینور بودن چون ایرانی بودن گرفتنشون. و حتی دیشب هم من که دیدم بچه‌ها رو اونور مثلا یه چند نفرشون دارن میگیرن، من سریع مدارکم برداشتم برام سمت پلیس، که پلیس لیزر زد تو چشم من که تو حق نداری بیا جلو. همه بچه‌ها هم که اونجا بودن این موضوع رو دیدن، خدا رو شکر، یعنی همه چی هست. و ما دیگه نتونستیم بریم جلو، ولی هم پیگیری کردیم، گفتن که کامان آرکان الان نمیشه کاری کرد چون ساعت اداری گذشته، ولی بچه‌ها یه تعهدنامه میدن آزادشون میکنن، اصلا حقی نداره. چون توی هیچی ما که نمیدونیم بچه‌ها الان اونجا مثلا چه درگیری با پلیس داشتن، ولی هیچ اجماع هیچ چیزی نبوده که بخوان کسی رو اذیت کنن.